سلام بچه‌ها. امروز اومدیم با یه ویدیوهای اسکویشی که نه میخوام خودمون درست کنیم. برای آموزش اسکویشی هم یه جورایی من 3 تا برگ نفری برای هر کدوممون گذاشتم. 3 تا که حالا اگه اون یکی خراب شد اون یکی رو استفاده کنیم. خب من میخوام گوشی بکشم. من میخوام بچه اینو این شکلی میکنیم. اول برگتون رو تا میکنیم، یعنی برگتون از یه دونه 2 تا. بچه ها من الان داریم چیزش رو بکشیم، تا میزنیم و داخل این شکلی نقاشی میکشیم. بعد از این لبه شروع کنیم، لبه که باز نمیشه. بچه ها یه فاجعه رو بهتون نشون میدیم، فقط نخندیم اینجور. خب بعد دیدیم بعد من رنگش میکنم باشیم. من رنگ نمی کنم. به چی نشون میدم بچه این آیفونمه، آیفون. خب این بقیه صفحه هم داره، مایستید این شکلی بچه میشنیم. خب بچه ها این دو توپک ها رو نمون صفحه میره این ما. بچه ها اینو میده اون 2 تا نارنجی ها، 2 تا رنگی نارنجی پیدا نگردم با خودکار رنگم بهش حالا نشدم دیگه. این 2 تا نارنجی رو کاور بگیریم. بچه ها این آیفون کوچولو خوشگل کیوت من. بعد توشو با بچه ها این دورتاده رو شد چسب میزنی، فقط یه جا باز میدن که توش پنبه بزن. چرا این هم شد ماشین حساب کوچولوی من و من دوستش دارم. چون من خودی دوستش دارم. از این ماشین حساب چیزم بگم عجیب غریب بود، از روی این ساختارش ولی خب رنگ و اینش فرق داره یکم. بچه من داخلش رو پنبه باز کردم ولی هنوز بچه ها خیلی باحاله. از ایکسویشنو بچه من زده آب میشم اونو شپوشش بچه ها تا ویدیوی بعد با ما خدافظ. باشه یه عدد بگیم من براتون ضربش کنم.